توی این ویدیو قرار داستان بازی رزیدنت ایول ویلیج رو تو 5 دقیقه براتون ارائه بدم. اگه خوشتون اومد خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر شید. بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. Under branch and into the forest deep. بعد از اتفاقات وحشتناک خونه بیکرها یعنی رزیدنت ایول 7 ایتن و میاد توسط کریس ردفیلد نجات پیدا میکنند. آنها به همراه دختری که به دنیا میآورند یعنی روز تحت مراقبت سازمان BSAA قرار میگیرند. در این زمان آمبرلا به دو بخش تقسیم شده: آمبرلای قدیمی که مسئول ویروس ها و فسادها بود و آمبرلای جدید لوگوی آبی که کریس بهش وابسته است و ادعا میکند قصد جبران گذشته رو داره. اما یک دشمن واقعی وجود داره: مادر میراندا، دانشمندی که سالها پیش دخترش به نام ایوا رو از دست داد و از غم دیوونه شد. او در قاره‌های روستا با موجودی روبرو شد به اسم مگامایسیت، ریشه تمام مولدها. این موجود خاصیت شبیه سازی، کنترل ذهن، بازسازی و جشن‌های عظیم داره. میراندا با خودش فکر کرد میتونه دخترش رو دوباره زنده کنه و همین باعث شد روستا رو به آزمایشگاه خودش تبدیل کنه. میراندا ماده‌ای به نام کادو رو روی مردم آزمایش کرد. افراد ضعیف می‌مردن، افراد قوی تبدیل به لیکان می‌شدن و تعداد خیلی کمی قدرت‌های خاص می‌گرفتن. این 4 نفر شدن لردهای اصلی بازی که هر کدوم منطقه از روستا رو اداره می‌کنن. شماره 1 لیدی دیمیتریس، یکی از خاندان‌های قدیمی و اشرافی. او از کودکی مشکل خونی داشته. وقتی کادو وارد بدنش شد به جای مرگ بدنش تبدیل به یک دیو خونخوار غول‌پیکر شد. قدش بیشتر شد، قدرتش زیاد شد و برای زنده ماندن نیاز به خون انسان پیدا کرد. 3 دخترش هم جزیافته‌ای هستن که از مگامایسیت قدرت گرفتن. نقش لیدی حفاظت از قلعه و اجرای دستورات میرانداه. شماره 2 هایزنبرگ، کودکیش در آزمایشگاه میراندا شکنجه شد. به او قدرت کنترل فلز و کادو الکترومغناطیسی داد. برخلاف بقیه لردها، هایزنبرگ از میراندا متنفره. او میخواست ایتن را جذب کند تا با هم میراندا رو سرنگون کند، اما ایتن قبول نمی‌کند. شماره 3 دونا بنیونتو، دختری با مشکلات روانی که سالها در تنهایی بزرگ شده، باعث شد بتواند توانایی‌های شدید کادو ایجاد کند و عروسکش آنجی را زنده جلوه دهد. بخش او در بازی یکی از روانی ترین و ترسناکترین قسمت است. شماره 4 مورو، بدن ضعیفش نمیتونست کادو را تحمل کند و تبدیل به موجود ناقص و جهش یافته شد. ظاهرش شبیه موجودات ماهی مانند است. او وفادارترین خدمتکار میرانداست. روی مردم معمولی هم کادو تزریق میشد تا سرباز ساخته شود. ضعیف‌ها مردن، قوی‌ها تبدیل به لیکان. روستا کم کم نابود شد و کاملا تحت کنترل میراندا درآمد. کریس ناگهان وارد خانه ایتن میشود و میارا را میکشد. ایتن را دستگیر می‌کند و دخترش روز را هم همراه خودش میبرد. اما در مسیر کامیون BSAA دچار حادثه میشود و ایتن تنها در روستا بیدار میشود. ایتن متوجه میشود روز تکه تکه شده و هر لرد یک بخش از بدن او را نگه داشته، بخشی برای آزمایش میراندا. ایتن مجبور میشود تک تک لردها را شکست بدهد. در قلعه دیمیتریس، در خانه بنیونتو، در مرداب مورو و کارخانه هایزنبرگ. در نهایت حقیقت آشکار می شود. میای واقعی زنده بوده. کسی که کشته شده میراندا بوده که تغییرش شکل داده. در پایان ایتن جان خود را فدا می کند تا کریس و روز فرار کنند و این پایان ایتن. لوگو آمبرلا در قاره‌های روستا دیده می شود. دلیلش چیه؟ مؤسس آمبرلا اسپنسر سالها پیش شاگرد میراندا بوده. او از نوشته‌ها و تحقیقات میراندا درباره جهش، جاودانگی و مگامایسیت الهام گرفت، اما به جای کمک به او از ایده‌ها برای ساخت شرکت آمبرلا استفاده کرد. در نتیجه ریشه آمبرلا، ویروس‌ها و کابوس‌های بعدی از همین روستا شروع شد. کپکام 2 نسخه از رزیدنت ایول ویلیج منتشر کرد. نسخه اول که میشه نسخه اصلی یعنی اول شخص، نسخه دوم که میشه نسخه گولد ادیشن مود 3 شخص 1 سال بعد از عرضه نسخه اصلی منتشر شد و برای تجربه بهتر رزیدنت ایول ویلیج بهتره که نسخه گولد ادیشن رو تجربه کنید.